هم هو هم لوی حضوره پس که مجتهدی مطلق چه معنا داره نمیدونه بگو مجتهد چند فرقه میشوه مجتهد 5 فرقه میشوه مجتهد مطلق چه معنا داره بگو نمیدونه آخی علم در کتابای علم کتابو در کتابخونه ها کتابای ما در هر جا در خونه ها در بالا خونه های مردم ای ترسکی نبرن بسوزن چه نابودشون کنن 2000 کتاب اینی تباشه جون نیکی آخی همین خیلی بدزوری و بدرشتی قطعی خیلی یک کسی خبیده دیگه که همون یا صحابی کوربوت حضرت پیغمبر چیزی گفت خیلی آخی برای اینجا بهتون چیزی دولنده ایمام اعظم رحمت الله پرسیدن که علم شریعت همش نکه گفت ده همه مردم ای گفتن امام اعظم این ما شما امام مجتهد پیشوا و صحیح مذهب گفت علم اگر در یک کس میبود میمرد علمی پیغمبر همون خاطی خبر میشید علم در همه های حضرت امام مالک یک امام پیشوا یک در جامعه در این میخیلی موسی میجمع یک کس یک میخی سوال داد جواب دادن نتونست خب کرد استاد جواب نیافت ایتکر یا آدم دست برداشت که امام مسلمان گفتم مثلا این آدم من جواب دادم گفت جواب چی جوابش داد او آدم خسته شد خیلی نوبتم ندادن گپم ندادن او در بالای منبر امام صاحب مذهب مگو امام مسلمان شما همه علم پیغمبر میدونه نه نیمی علم پیغمبر میدونه نه 4 میدونه نه 10 میدونه نه گفت که خفه و خسته نشه من جواب دادم جونی تر خلاص کردم همین مسئله جواب دادگی نه دمون دانشتگیات بگذارم دمون ژورنال دانشتگیات بگذارم یعنی خیلی علم یک این علم صفت خدایی پایان نداره الا قلیل ما تعلمون الا قلیل پیغمبرا رو خدا گفت که اندک بدونه شما وقتی پیغمبرا رو گفت حضرت پیغمبر با یک روایت فرض بود دعا را در حتی در نماز نافله در درون نماز حضرت ام الحسین وحدتی میگفت است ربی زدنی علم و ربی زدنی علم و قر ربی زدنی علم وقتی پیغمبر که با خدا گفت زد جبرائیل خطیب ملاقات کرد علیه السلام گفت و قر ربی زدنی علم بگو ای محمد که خدایا علمی من زیاد کن بگو ای محمد که خدایا پروردگار من مربی من علمی من زیاد کن علمی من زیاد کن غیر همین با در یگان چیز دیگه مزید اجازه دادگی نیست پیغمبر اوه در یگان چیز در یگان چیز حضرت پیغمبر در قرآن گم کرد در نماز اوه حضرت گم کرد نیست در درون نماز گم کرد حدیثه حضرت کبوتر میخوان این علینا جمعه و قرآن عجلنا که پیغمبر تعجیل میکرد در و پیش حضرت جبرائیل تکرار میکرد که ای خاطرم نبره فراموش نکنم حضرت خداوند فرمانش کرد این علینا جمعه و قرآن ولا تعجل به لسانک لتعجل انا بله انا همونم که عجله نکن سرعت نکن که در تکرار کنم این علینا جمعه و قرآنه این همی قرآنه ها پرس خیلی آدمی لغادان نباشه اگه میدونه این علینا جمعه و قرآنه قرآن به معنای نماز آمده است به معنای قرائت آمده است به معنای کلام خداوندی آمده است به معنای مسجد آمده است به معنای نماز آمده است به معنای ذکر آمده است به معنای دین آمده است برای همین که این قرآن در زمین و آسمان 18,000 عالم چیزی نیست که در قرآن او را ارشاد الهی نباشه یکی ما از قرآن خدمان دور شدیم حوزی همه در نفس مخورد خوراک و پشاک امارت همین ساختمان گفتیم که در یک جمعه آرزو منی دلت گرسته است که من یک حدیث بگم یا یک آیت بگم یا یک سخن دین شما مردک میگه بیست شما همه تو دارم گپی بازار ما بگم یا دکان ما همون چی کسبه ای نه همون رو میگه باید بگم یا چی اخبار دروغه اگر رسول الله گفت که کفا للمرء اسما كفى كذبا اذا سمع كذبا یا اسما ان یقول بكل ما سمع هر چیزی رسید گپ زدن بگیره آخی همین اخبار خودش ما اخبار میگه احتمال صدق هم داره کذب هم داره این اینترنت ها و اخبارات ها که نمیشه زیاد دروغای تهمتای بهتانای بسیار مثال گپ نه نیکی همو هر کس همو چیزی دیدگیش میخواد که اگر این خیلی کنی یا پیش من ای سال 90 اوش پیش یا دارم در یا معرکه اگر یا ریشدار میدرامد یا آدم روحانیت میدرامد همون معرکه اراخرش بنگیش دزدش آدم کشش همه خب تمام تو خیستنی همون را خب بود اینا باور کنی این آدابی معرکه چیل بود رفتاری اون مردم چه هر خیل آدم بود نیکی همون آدم مغرب سکوت دانش میشید که همین آدم دین است نماینده دین است مقصد یک گپ زن همین مقصد حرمت میکن که یک چیز بشنویم یک چیز بفهمیم بازی اما هر کس همون صحبتی خودش همون ولی کلین ویجها هو مولیها همون یا اراده داره یا مشیتی داره اگر نه بچه ای گفتم که ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم اینا میره گفته است
اینا میره بعضی مفسرها گفته است که همین تکیت میپرسد خدا انا که این نماز فرض و واجب و سنت و حلال و حرام و دین و شریعت و دعوت بیشتر این است ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم. بعضی مفسرها گفتن تکیه از تکیه کردگی در دنیا میپرسد که تکیه که استراحت کردی جان و دم پشت زدی کو گپ زد. خیلی آدمای جوان تکیه را نمیدونن که 60 برا 50 60 70 برا بی تکیه 10 دقیقه بشین خیال میبینی یونو میشکنه دیگه بی تکیه دیگه نمیدونی این آدم. انا برای همین آیا تکیه که پرسند آیا شیر خوردن پرسند کی شیر خوردگی نیست شیری مادر نخورده باشه ای گوه خوردگی ای بزه خوردگی ای گوسفند خوردگی شیری مگزین خوردگی ای شیر. بعضی گفتن که شیر کسی شیر خورده است در قیامت میپرسه ثم لا تسالون یومئذ. بعضی خوشبو گفتن خوشبو را کی بو کشیدگی نیست یک گل یک عطر یک ریحانه. بعضی خوشبو گفتن شیری مادر در نظر داره مطلق شیر. بعضی شیر گفتن بعضی خوشبو گفتن بعضی تکیه گفتن. مجتهد مطلق چی حضرت؟ مجتهد مطلق حضرت امام اعظم حضرت امام مالک امام شافعی امام احمد حنبل. مجتهد مطلق هموی را میگن که از آیت حدیث به دلیل عقل ادراک هدایت خداوندی مسئله را اجتهاد کردن بیانات دادن. مستقیم قرآن و سنت مستقیم از آیت حدیث اجازه اجتهاد استنباط قرآن و سنت داره. انا مجتهد با مقید میشه و مقیدش امام صوفی امام مولوی اینه که امام محمد امام ابو یوسف اینا مجتهدن یکی اینا مطلق نیستن اینا مقیدن اینا پیش مجتهدی مطلق نده خوندگیان. انا گپ زباناست زبانوره. انا بعد اخیرونش میاد اهل ترجیح میشه. اهل ترجیح گفته صاحب هدایه شریف اهل ترجیح در 9.5 سال هدایه را نوشته است یا 12 سال در هدایه شریف نوشته است. در 12 سال روزدار بوده است کسی ندونست است که همین آدم روزدار است. طعامش میوردن طعام میمونده است او در فقرا و مساکین تقسیم کرده است. در 9.5 یا 12 سال هدایه شریف نوشته است. خود در هدایه شریف روایت میگه امام ابن قیم میته گفته است امام جوزی میته گفته است خیلی مایلی گفته است خدا رحمتش کنه این مذهب ای مسئله در مذهب امام اعظم در هدایه شریف ختم می شود. ای رد المحتار بگو ای در المختار بگو ای مختصر شریف قایه و هدایه بگو ولی فتواها را بیست قرار بیسته امر فتوا و حواشی مستحب ای تو اگر ای متن ای شرح اگر باشه ای وها اجازت گپ زدن نیست چیزی اگر ای حواش اگر در فتواها و حواشی ها زیدی اگر شرح باشه یا زیدی متن باشه تماما فتوا نمیوه. حتی مذهب حضرت امام اعظم بسیار نازکه که مفتی اگر به غیر مذهب خودش فتوا بده یعنی ازیلو بنفسه ای مفتگی بیکار میشه نزد خدا و رسول خدا ای مفتگی خلاص میشه. اگر مفتیه که در خلاف مذهب خودش مسئله رو جواب بده او ضرورت میشه که ایا مذهب در مذهب دیگه جواب میده او دیگه چیزای با اینا مختصرنده کتاب شهاداتنده که مفتی خودش اگر خلاف مذهب خودش فتوا بده این فتواها را گپا را نظر کنه شما بینی کار چیشیده است. مراسم یهودی و نصرانیت کفر و کافری و مشرکا برای مسلمان برای همین بسیار 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 احتیاط زمان احتیاط خیر خدای تعالی برای مسلمان یک چیز است. برای مسلمان یک چیز است. شریعت همه چیز باید بیاری در آیت قرآن مطابق کنی. این خیلی آیت قرآن بیاری در چیزی دنیا و رویه و خواهشات و ملت ها و مردم های دنیا تو مطابق کنی این خیلی نیست. نه همه ملت و مردم ها بیاری باید در آیت حدیث مطابق کنی در دین شریعت مطابق کنی. نه که این آیت حدیث بیاری و دین بیاری ابیسمی نه خیلی بعد خیلی که خدای تعالی در پروردگار ترحم کنه در آدم عقیده هاش بسیار بسیار. ما با خدمت یک وقت یا شب روز سه روز جنگ می‌نیم قهری می‌نیم حقارت می‌نیم خدمت یک چیزا نمی‌تونش بس خوردنی در این معرکه پر نمی‌خریم بینن مردم خدمت نمی‌تونش خوردنیش نمی‌مونه بعد نمی‌خریم میگم که خونه سوخته به توفیق به دین میگم